10 بار از آن راه به آن خانه برفتید، یک بار به این خانه بر این بام برآیید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد. افسوس که بر گنج شما پرده شمایی. معشوق از اول با ما بوده، یعنی اون کسی که عمری رو در کوه و دشت و بیابان دنبال لیلی میگشت، از همون آغاز سفر باهاش بود. اون داستان فقیر مصری من اینطور که تو بغداد بود، خواب دید که در مصر یه گنجیه، رفت مصر، از بغداد رفت مصر، راشو مجسم کنید مسافت رو. گشنگی کشید، تشنگی چشید، بعد برگشت دید گنج تو خونه خودشه، درست همونجا که هر شب میخوابید. البته مولانا میگه کار از کار خیزد در جهان، درست. بعضی اوقات برای پیدا کردن یه چیزی تو خونه داریش، تو خونه است، تو کمد، او بالا، او ته، میری تو شهر میگردی میری هیچ پیدا نمیکنی، بعد میبینی تو کمد بوده. میگه این اتفاق باید بیفته، این باید باشه، چرخیدن باید باشه. یار تو خونه است، همونجاست. مجنون دیدیم نصف شب تا سحر لیلی گو لیلی جو. اونقدر باید بجوییم تا بفهمیم که نباید بجوییم. چرا؟ چون اونی که ما دنبالش هستیم با ماست، در معیت با ماست. صبر بر طاعت که میگن یعنی همین. و فهم این معیت و همراهی و خودیابی و خدایابی ممکن نیست مگر اینکه نیاز در ما بیدار بشه، نه ناز. یعنی ناز رو بگذاریم کنار. ناز چیه؟ تکبر، خودپرستی، سرکشی، طغیان، اینا رو باید بذاریم کنار تا بشیم نیاز محض. وقتی نیاز محض شدیم، خدا خودش رو در درون وجودمون نشونمون میده. و وقتی نشونمون داد و از این در به دری خسته شدیم، به قول اون شاعر، مرد این بازیچه دیگر نیستم، این تو و لیلای تو من نیستم. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگ پنهان و پیدایت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختم.